سلام دوستان، وقت بخیر باشه. امیدوارم که ویدیوهای ما رو تا به حال به خوبی دنبال کرده باشید و مطالب توش رو مفید دریافته باشید. نمیدونم فعلش چقدر سخت بود. امروز هم میخوایم بخش در واقع آموزشی اصلی اسپیکینگ رو شروع کنیم با دو تا نکته فوق العاده مهم که میدونم حتی برای کسایی که زبانشون خوبه اما تازه وارد مقوله آیلتس میشن هم مفید خواهد بود. قبلش من لیستی از تاپیک هایی که عمدتاً تو اسپیکینگ ازشون درباره اینها سوال پرسیده میشه از ما اینا رو آوردم. شما میتونید ویدیو رو پاز کنید و این نکته ها رو یادداشت کنید و دنبال مطالب مختلفش باشید راجع به اونها، هرچند که در ویدیوهای بعدی با جزئیات میخوایم به تک تک این تاپیک ها بپردازیم و لغت های مهم، سطح بالا و ایدیوم ها رو حتی معرفی کنیم که هم برای آیلتس و هم برای جنرال انگلیش خیلی مفید خواهد بود. اما نکته اول این که همیشه سوال پرسیده میشه که آقا ما برای اسپیکینگ میدونیم که جمله های بیشتری باید بگیم، خب که شاخ و برگ بدیم، مثلا برای چی هست و چقدر باید صحبت کنیم. جواب اینه که جواب های سوال ما هر سوالش باید دو تا قسمت داشته باشه، یک main answer و بعد supporting sentences. main answer در واقع جواب اصلی است که کوتاه هم هست، در حد شاید یه جمله برای هر سوال داده میشه. supporting sentences در واقع شامل مثال‌ها، دلایل یا توضیحات اضافه‌ای داده میشه که به نوعی clarification محسوب میشه برای اون main answer ما و ما میخوایم یه جورایی پروف کنیم، یه جورایی حالا بیشتر روشنش کنیم که این قضیه چرا یا به چه علت مثلا اتفاق میفته. اینها حالا مثال‌هاش خواهیم دید. و بنابراین اصلا تعداد جمله ها یا طول زمان اسپیکینگ ما اصلا مهم نیست برای سوال. اگزامینر فقط دنبال اینه که خب شما چقدر مین انسر خودتون رو سپورت میکنید، یعنی هر سوالی که دارید جواب میدید حتما حواستون به این باشه که آقا من جوابی که دادم الان سپورتش کنم. یعنی اگزامینر دقیقاً منتظر اینه که سپورت کنید. و من به خاطر اینکه اینو نشون بدم، حالا این نکته اول هست، نکته دوم هم بسیار مفیدتر خواهد بود، منتظر اون هم باشید. ابتدا من این چند تا سوال اینجا آوردم، بعد اینا رو ببینید مین انسرش به چه صورته. من فقط مین انسر میدم بدون سپورتینگ سنتنس. ببینید چقدر بیروح میشه اصلا جواب ها و اون طرف خسته کننده حرف میزنه. سوال اول مثلا میگه که do you enjoy your work؟ بعد شما میگید که yes I like my job so much. بعد سوال دوم مثلا میگه که what are your main responsibilities at work؟ بعد شما میگید که my main responsibilities at work are checking the production and also managing workers. Okay. سوال سوم میگه do you prefer working in a team or alone؟ بعد شما میگه well sometimes I prefer to work individually and sometimes I like and I enjoy working in a team in a group. خب این به صورت در واقع مین انسر هست برای هر کدوم از اینا. هستن مثال های یا دلایلشون نگفتیم، یعنی اگزامینر نمیفهمه که چرا الان من و در چه مواقعی individual work رو دوست دارم یا team work. خب حالا میام هر کدوم این سوال ها رو دوباره پس بررسی کنیم. من این سری جواب هایی میدم بهشون که supporting sentence هم دارن، یعنی یک مین انسر و یک supporting sentence هم پشتش هست، یکی دو تا جمله است، خب یعنی بیشتر از یه دونه است. بعد ببینیم که چقدر روشن‌تر میشه، هرچند که باز هم نمره بالاتر خیلی بالاتر نمیره به خاطر نکته بسیار مهمی که بعدش میخوام عرض کنم. سوال اول میگه do you enjoy your work؟ بعد میگیم yes I really enjoy my work because it gives me a chance to use my skills and meet new people. So what are your main responsibilities at work? My main responsibilities are managing the workers, checking production and making sure deliveries are on time. So I said, do you prefer working alone or in a team? I prefer working in a team because it is easier to share ideas and solve problems together. سوال 4. How do you usually spend your working day? I usually start by checking emails, then I talk to my workers, and later I supervise production. Question number 5. What do you find most challenging about your work? The most challenging part of my work is solving unexpected problems like machine breakdowns or late deliveries. حالا نکته مهمتر کجاست؟ نگاه کنید دوستان، ما گفتیم که برای سپورت کردن جمله هامون باید بیایم یه سری مثال بزنیم، یه سری دلیل بیاریم یا توضیحات اضافه ای بدیم دیگه. خب طبیعتاً به خاطر اینکه اینها رو انجام بدیم ما نیاز داریم به یک سری عبارت هایی.
این عبارت ها چیا هستن؟ مثلا میخوام مثال بزنیم میگیم for example، اوکی، یا میخوام دلیل بگیم میگیم because، هر چیزی. این تیپ عبارت های کوتاه چند کلمه‌ای، یک کلمه چند کلمه‌ای رو بهش میگیم discourse markers. discourse markers ها بسیار ضروری هستند توی جواب های ما، خب تو speaking. یعنی اگزامینر در کنار اینی که داره دنبال اینی که ببینه شما supporting sentence به کار میبرید یا نه، لابلای اونها منتظر این هم هستش که ببینید که اصلا شما چجوری این supporting sentence ها رو میارید. آیا از discourse markers استفاده میکنید یا صاف مستقیم کلمات و جمله ها رو میگید؟ در حقیقت discourse markers ها نقش های مختلفی دارن و تأثیری که تو speaking ما میذارن به دو صورت. یک، باعث میشه که ما hesitation و پازهای کمتری داشته باشیم، یعنی اون پازهایی که وجود داره رو پر کنیم و به صورت طبیعی صحبت کنیم. خب دومین تاثیرش هم اینه که سبب میشه که ما ایده هایی که داریم رو در واقع سیکونسینگ داشته باشیم و لاجیکلی به صورت منطقی از یک جایی شروع کنیم و به یک جایی ببریم برسونیم. مثلا من وقتی یک آیتمی رو میگم بعد میام یه مثالی میزنم، میگم یعنی اینو نشون میدم که این مثالشه، حالا این هم بعد ایفکتشه مثلا، خب و در نهایت نتیجتا اینجوری میشه. خب یعنی یک سیر در واقع منطقی رو از یک جایی شروع کردیم به یک جایی میخوایم ببریم برسیم. شما یه چیزی میگید بعد یه مثالی میزنید بعد در نهایت حالا یه نتیجه گیری هم ازش میکنید. خب اینجور چیزا رو میگیم discourse markers. حالا با توجه به نقشی که پس توی جمله دارند، من میتونم بگم اینا رو به چند دسته تقسیم میکنیم. دسته اول میتونه اونهایی باشه که کمک کننده در واقع شروع ایده هامون باشن. خب مثلا بگیم که well actually to be honest in my opinion the way I see، خب to me، اینا مواردی هستن که میشه از اونها برای شروع جواب هامون استفاده کنیم. یه دسته ای هستن که برای پایان و نتیجه گیری اون جوابمون به کار میان، مثلا in conclusion, overall, to sum up, all in all, in general. اوکی. بعضی از دیسکورس مارکر ها حالا لابلای اینها، یعنی بین اون شروع و پایان در واقع جوابمون میتونه این وسط ها به کار بیاد. مثلا بعضی از اونها مواقعی هستش که شما میخواید مثال بزنید، میگید for example, for instance, such as, like. Okay, let me give you an example. حتی این به عنوان یک جمله میتونه به عنوان یک دیسکورس مارکر محسوب بشه. در واقع اون کسی که داره میشنوه میگه که آره بعد از این such as شما دارید مثال هایی رو بیان میکنید. ممکنه که شما چند تا آیتم رو بخواید بگید. خب مثلا میگید که شما کارتون رو دوست دارید، بعد میاد میگید بله دوست دارم، حالا دلیل اولش اینه، دلیل دوم کارم اینه، دلیل سومش هم که کارم دوست دارم اینه. یعنی یک دسته ای از این اطلاعات رو داشته باشیم. اینو بخوایم که اطلاعات رو اضافه کنیم، در واقع سیکونسینگ داشته باشیم، مثلا میگیم که also, moreover, another point is, in addition. یه وقتایی هم هستش که شما در کنار این میخوایم یک contrasting ideas بیاریم براش. خب contrasting ideas یعنی اینکه سوی دیگری از یک موضوعی رو هم بیان کنید. یه مثال براتون بزنم. مثلا میگه که شما چجور مثلا ترانسپورتیشن رو دوست دارید. خب بعد میگید که من ترجیح میدم که با ماشین خودم برم، چون که راحت تره، چون که حالا سریعتر هستش، بعد مثلا هوا سرده دیگه تو خونه خودم سوار ماشین میشم و اینا. ولی حالا به خاطر طرح ترافیکی که وجود داره به من محل کارم توی طرحه مثلا، خب بعد نمیتونم همیشه از ماشین خودم استفاده کنم برم محل کارم دیگه، بعد میام اینجا از قطار شهری استفاده میکنم. حالا اینجا وسط مثلا میخوایم یک چیزی بگیم اما حالا اینجور موارد میتونه از کلماتی مثل however, on the other hand, but, although، خب اینجور فریز ها بیاد. بنابراین دیسکورس مارکرز ها به شدت ضرورت دارند در اسپیکینگ استفاده کنیم از اونها. خب من اون 4-5 تا سوالی که کار کردم و درباره work، خب اینها رو دوباره جواب ها رو میدم این سری. ببینید با دیسکورس مارکرز ها چقدر قشنگتر آدم صحبت میکنه و طبیعتا نمره بالاتری هم میتونیم بگیریم. مثلا سوال اول میگه do you enjoy your work، به جای اون جواب قبلی میتونیم اینجوری بگیم well
I enjoy my work because it gives me a chance to use my skills. Moreover, I meet new people every day, which makes it interesting. For example, last week I worked with a new client and learned a lot. Overall, I feel satisfied with my job. ببین چقدر قشنگ میشه. اصلا طولانی داریم حرف میزنیم، بین جمله هامون این دیسکورس مارکر ها رو استفاده میکنیم، واقعا عالی میشه. Question number 2. What are your main responsibilities at work? Actually, my main responsibilities are managing the workers and checking production. In addition, I make sure deliveries are on time. For instance, yesterday I supervised a shipment to a customer. On the other hand, sometimes I also need to solve unexpected problems. To sum up, I have to keep everything running smoothly. Question number 3. Do you prefer working alone or in a team? To be honest, I prefer working in a team because it is easier to share ideas. Also, teamwork helps us solve problems faster. For example, last month we had a production issue and the team solved it quickly. However, sometimes working alone is better when I need to focus. All in all, teamwork is more effective for me. Question number 4. How do you usually spend your working day? In my opinion, a good working day starts with checking emails. First of all, I read messages from clients, then I talk to my workers about their tasks. After that, I supervise production in the factory. Finally, I prepare reports or make business calls. In conclusion, my day is busy but productive. Question number 5. What do you find most challenging about your work? Well, the most challenging part of my work is solving unexpected problems. Another point is that machine breakdowns or late deliveries can be stressful too. For instance, last month, one of our machines stopped working and we had to fix it quickly. Although these problems are difficult, they help me learn new skills. In general, challenges make my job more interesting. پس ما امروز این نکته رو یاد گرفتیم که اولا جواب‌های اصلی رو سپورت کنیم، دوما طریقه سپورت کردن، حالا مثال، دلیل، کانترستینگ ایدیاز و توضیحات بیشتر دیگه‌ای که میدیم همراه با دیسکورس مارکرز هایی باشه که لیستش رو هم آوردیم. امیدوارم که از این دیسکورس مارکرها در تاپیک های دیگه هم بتونید استفاده کنید. حتما تمریناش رو انجام بدید و نمره بالاتر رو دریافت کنید. ویدیوهای بعدی نکات ماهی‌گیرتر دیگه رو هم بهم خواهیم کرد. بای